سلام، اینجا استودیو خطه و ما اینجا همیشه در مورد حل مسئله فضا که همون تعریف معماری بحث میکنیم. امروز دوست قدیمیم، دوست بسیار خوبم پیش ما بودن و قرار شد که در مورد فضای معماری و تاثیر اون روی خلقیاتمون و روی روابطمون و احساساتمون صحبت کنیم. امیرعلی مطالبی داشت که گفتیم که بیایم ضبط کنیم. سلام، خوبی؟ من عالیم. سلام میکنم به تو، به همه مخاطبینت. خیلی خوشحالم، مرسی که دعوتم کردی. ما همیشه گفتگومون همیشه توی دفترهای کاره و خیلی خصوصی طوری و اینا. خیلی خوشحالم که اینجا رو شروع کردی، بتونیم با هم دیگه این بار یه گپی بزنیم که فقط به خودمون تعلق نداره، آدمای دیگه هم ما رو میبینن میشنون. منم خوشحالم که اینجا هستی. بریم سر مثل الان گفتی که خیلی حوصله ندارن مخاطبان بخوایم صحبت‌های دوستانمون ادامه بدیم. بریم سر موضوعمون که خیلی ساده بگم. این فضای معماری به عنوان کسی که روی توسعه فردی کار کردی و دغدغه‌مندی، میخوام بدونم این قسمتیش که اون دوزی که درگیر میشه با فضای معماری چقدر، چجوریه، یه ذره راجبش صحبت کنیم تا بحث ادامه بدیم. من فکر میکنم حالا در مورد معماری من هیچ وقت این سوالو بهش فکر نکرده بودم. یعنی هیچ وقتم تو هیچ فضایی شرکت نکرده بودم که بخوام در مورد معماری که حداقل فضای مرتبط با معماری بخوام صحبت بکنم. تجربه جالبیه. ولی اگه بخوام کلی بگم، فکر میکنم فضای معماری یا حداقل اون رؤیای اون فضایی که هممون دوست داریم توش زندگی کنیم، کار بکنیم، ورزش کنیم، اینا همیشه برای ما انگیزه است و سائقه واسه اینکه واسش تلاش بکنیم. و هممون اینجوری احساس میکنیم که هر چقدر بیشتر تلاش کنم، آدم بهتری باشم، پولدارتر بشم، موفقتر بشم، نگاهم به دنیا بهتر بشه و اینا، احتمالاً در یک فضایی که معماری خیلی بهتری داره زندگی میکنیم در آینده دیگه. درسته؟ خودتو اونجا تصور میکنی دیگه، توی فضای با کیفیت تر بگیم. دقیقاً. آدم موفق ما همیشه تو فضای با کیفیت تصور میکنیم. و دقیقاً. مثلا من چند روز پیش که داشتم تو یک صفحه تو اینستاگرام خیلی تصادفی میگشتم، یه ویلایی رو دیدم که شمال ایران گذاشته بودنش برای فروش و این به جای که دوبلکس باشه یک ارتفاع خیلی زیادی داشت و تمامش یه طرفش شیشه بود و نور خیلی خوبی میومد. یک طرفش ورک اسپیس بود، یه طرفش مثلا پارتیشن داشت، مثلا آشپزخونه بود. بعد گفتم عجب فضای جدید و جالبیه واسه کار. یعنی یه لحظه به خودم فکر کردم اگه پول داشتم شاید میرفتم ویلا رو می‌خریدم، کلا برای کار میرفتم اونجا. توی اینکه حالا ما یه ویژنایی داریم، جاهای با کیفیتی که می‌بینیم به هر حال برامون جذابه، این که درش شکی نیست. ولی سوال اساسی اینه که ببین، احتمالاً هر آدمی تو توسعه فردیش یه ویژنی از خودش داره. مثلا امیرعلی توی مسیر توسعه فردیش حتما یه ویژنی داره، یه کاراکتری که امیرعلی موفق اون بالا هست و یه وقتایی ممکنه تو تصوراتت بهش فکر کنی و تجسمش کنی. چرا اون آدمه رو اگه دقت کنی داری توی فضای با کیفیت، یعنی من فکر می‌کنم مغز ما اگر قوه تجسم ما اگر بخواد اونو واقعی سازیش کنه برای خودش، توی فضای با کیفیت هیچ وقت نمیری مثلا توی جای داغون، مثلا توی اداره‌ای که مثلا نور خوب نداره، داری توی جای با کیفیت نسخه موفق خودتو تصور می‌کنی. حالا این کیفیته واقعا فقط اونجاست یا امروزم اگر من بیام فضایی که دارم و به فضای با کیفیت تر تبدیل کنم، توی روند توسعه من تو هر زمینه که میخوام برم تاثیر داره یا نداره؟ قطعاً داره. ببین یه تجربه خیلی جالبی در مورد همین چیزی که گفتی بذار برات بگم. من زمانی که دفتر خودم رو جمع کردم که برم سربازی، چون فکر میکردم که دیگه اونجا نمیتونم کار بکنم و اینا، بعد یه جایی باشه که نزدیک محل سربازیم باشه، دفترم از تهران جمع کردم. خیلی از وسایلم رو که برگردوندم به خونه مامان بابا اینا، فضای خونه‌ام خیلی آشفته کرده بود و اینها، من دوباره برگشتم به یک اتاقی که چند سال داشتم قبل از اینکه وارد فضای مستقل خودم بشم اونجا زندگی می‌کردم. دوباره برگشتم به اون فضا. وقتی برگشتم به اون فضا یهو دیدم من چقدر نمیتونم کار بکنم. یادم یه روز اومدم دفتر تو، اتفاقا با هم صحبت کردیم و اینا، گفتی که امیرعلی بخشی از این
روحیه‌ای که دیگه دوست نداره کار بکنه، به خاطر اینکه تو فضای کارت از فضای خوابت و زندگیت جدا نیست. اگه یاد باشه این حرفو به من زدی، یادته؟ من از اون موقع خیلی فکر کردم که برم یه جای جدید و اینها، تا یه اتفاقی افتاد. یکی از اتاق‌هایی که تو خونه ما پر بود این خالی شد و من فکر کردم که از این اتاقه که هستم فضای کاریمو به جای که حالا برم تو یک دفتر دیگه، یکی از اتاق‌های خونه رو بکنم اتاق کار. جالبه این اتاق دوران نوجوانی من بود. اتفاقا نور خیلی خوبی داشت. من میز بلند گردویی که داشتم و تونستم بذارم اونجا، تا قبلش جایی نداشتم برای اون میز گردوه. تلویزیونم نمی‌دونم باید کجا بذارم. یهو همه اینا شد توی اون اتاق یک ورک اسپیس فوق‌العاده و من به طرز عجیبی تو خونه خودمون یک آدم کاری شدم. یعنی این اتاق شد اتاق خواب من، این اتاق شد اتاق کار من و من انقدر با ذوق اونجا رو دونه دونه مرتب کردم و چیدم. از تابلوهای جدیدی که براش گرفتم، از نمیدونم پگبوردی که گرفتم گذاشتم یه گوشه واسه که وسایلمو ازش آویزون بکنم، از نمیدونم یه فرش کوچولویی که پایینش باشه. شروع کردم همون اتاق کوچیکو دیزاین کردم واسه اینکه من اونجا رو تبدیل بکنم به یک فضای کار ایدال و واقعا هم تاثیر گرفتم. یعنی الان میتونم بگم هر وقت توی اون فضا همونقدر خوشحالم که به قول تو اگه برسم به اون ویژن، احساس میکنم اون اتاقه منو وصل میکنه به دنیا، میتونم منظورم برسم. آره ببین دقیقاً هم چیزی که میگی، حالا ترجمان از سمت ماش اینطوری میشه که ببین ما یه بارم راجبش صحبت کردیم. ما فکر میکنیم که اونایی که حالا درگیر معماری نیستن و حالا مشاغل دیگه‌ای دارن و دغدغه‌های دیگه‌ای دارن، چیزی که فراموش میشه معماری و کیفیت فضایی اون آدم است. ما احساس میکنیم که این یه چیز فرعیه، یه مفهوم فرعیه که حالا اگر باشه خوبه و تاثیرش رو خیلی جدی نمیگیریم. یه بار با هم بحث کردیم، به این نتیجه رسیدیم که ببین ما توی فضای معماری به دنیا میاییم که بیمارستانه، حالا بزرگ میشیم همش تو فضای معماریم. صبح که از خواب پا میشیم توی فضای معماری به نام اتاق خواب بلند میشیم، توی فضای معماری احتمالاً که آشپزخونه باشه صبحونه میخوریم، توی فضای معماری که حالا اون بخش شهرسازیشه وارد شهر میشیم به کار. ما از فضای معماری هیچ وقت در زندگی شهری دور نیستیم. دقیقاً. ولی انقدر تو این فضای هستیم مثل اون ماهی که تو آب دیگه هیچ ذهنیتی از آب نداره. ما هم تو فضای معماری اینطوری شدیم. یعنی زندگی روزمره باعث شده که تاثیرات این فضاها رو چقدر مدل سازی قشنگی کردی. راست میگی، واقعا مثل ماهی که تو آب نمیدونه تو آبه. آره ما هم نمیدونیم چون همه انقدر هست فضای معماری پنهان شده از ما. حالا ما که رشته‌مون خب مجبوریم که هی ببینیمش. اینو میخوام بهت بگم که مخاطبای ما ظاهرا فقط اونایی هستن که دغدغه معماری دارن، ولی مخاطبای ما فکر میکنم باید تمام آدمایی باشن که زیست میکنن، چون که این فضای معماری رو ما لازم داریم و فکر میکنم سهل الوصول ترین و راحت ترین و سریع ترین دروازه ورود کیفیت به زندگی ما در وهله اول فضای معماریه. ببین تو اگه بخوای کیفیت رو درونیش کنی احتمالاً خیلی باید رنج ها بکشی، مطلب یاد بگیری و خیلی کارهای دیگه بکنی که اون یه کیفیتی بیاره. ولی وقتی بخوای، خب اینم یه کیفیتیه، ولی وقتی کیفیت دیگه‌ای هم هست تو زندگی که خیلی راحت میتونی صبح بلند شی تصمیم بگیری که این وضع اتاق خواب من نیست، این وضع حال و پذیرایی من نیست یا آشپزخونه من نیست. نه اینکه خیلی بری پول هزینه کنی، فکر کنی و اونو اونجوری که ذاتت میگه، اون درونت داره میگه بسازی و اون خونه رو مال خودت بکنی. یعنی در واقع ما یه قلمرویی رو میتونیم درست کنیم. حالا چیزی جالب بگم، من یه روزی خب من عادت داشتم تو اتاق خودم میخوابیدم. یه روزی تو همین اتاق این عادت رو دارم تقریبا، عادت دارم تو اتاق خودم میخوابیدم. آره. نه خب من به خاطر اینکه نه من بعد از اینکه رفتم توی جای دیگه ناراحت بودی. الان فهمیدم چی داری میگی. نه ببین من به خاطر اینکه بعد از چند سال تو هوم استودیوی خودم تو فضای کاری خودم میخوابیدم دیگه بر نمیگشتم مثلا برم اتاق خودم بخوابم. بعدش که برگشتم دیگه تو اتاق خودم میخوابیدم. حالا این اتاق من هیچ پنجره‌ای به بیرون نداشت و من عملا صبح که بیدار میشدم هنوز نمیدونم که مثلا 5 صبح از خواب بیدار شی.
و اینکه گفتی چه ربطی به توسعه فردی میتونه داشته باشه. ببین یکی از مسائلی که به نظر من همیشه دغدغه است توی توسعه فردی همین عادت خوابه. اینکه آدم‌ها چقدر میخوابن، چه ساعتی میخوابن، چه ساعتی بیدار میشن. مثلا اون روتینی که از اون میلیونرها از بالا همیشه تعریف شده که اینا 9 شب میخوابن و 5 صبح، که حالا بحثش خیلی مفصله نمیخوام باز کنم. خود خوابه خیلی مسئله مهمی بود. بعد من همیشه صبح که از خواب بیدار میشدم با یک روحیه بدی از خواب بیدار میشدم، به خاطر اینکه اصلا باورم نمیشد روز شروع شده، چون اتاقم کاملا تاریک بود. من وقتی که اتاق کارم آوردم توی خونه و اونجا شد سیستم کاری من یه مبل تخت‌شو دارم، همونو کردمش تخت همونجا، و اون شب که داشتم اون دانلودا رو انجام میدادم و رندرها رو میگرفتم و اینا، همونجا گرفتم خوابیدم و صبح با یه نور خیلی خوب از خواب بیدار شدم. شاید حالا برای خیلی عادیه این مسئله، برای منی که چند سال تو اتاق تاریک بدون نور صبح از خواب بیدار شدم، این اصلا یه حال دیگه ای بود. و من یهو دیدم که اصلا از جای به بعد صبح بیدار شدنم خیلی فرق می‌کرد. اینکه نور صبح نذار از جای به بعد تو بیدار شی. ببین اگه مامانت بیاد 3 بار بیدارت کنه چیکار میکنی؟ ولی اگه نور کلا نذاره تو دیگه بخوابی چی میخواد بشه؟ پردرم که بکشی باز دوباره نور انگار تو اتاقه. خب و اصلا حال من خیلی بهتر شد. این میخواستم بگم خیلی پیچیده تر از این داستانه. یعنی من خیلی صبح‌های کاریم بهم برگشت، روحیه خوب سر صبحم انگار که بهم برگشت. یعنی انگار که واقعا معماری ارتباط خیلی پیچیده و وسیعی داره با توسعه فردی. فکر کنم بسترشه دیگه. آره. ما بستر همه کارامون معماریه. ببین من همیشه وقتی بحث میشه، حالا برای بچه‌ها که معماری میخونن بیشتر این توصیه رو میکنم که مثلا اونا باید این فضا رو تو ذهنشون ایجاد کنن. ببین تو همیشه تو خونتون یه فضایی هست که اگر قرار باشه به صورت ناخودآگاه همه دور هم جمع شن، تو اون قسمت خونتون جمع میشن. یه سری فضاها هست توی خونه که مثلا فقط تو جایی که مجبور باشی ازش رد میشی، یعنی فضای ایستادن، فضای مکث کردن نیست، فضای تعلل که فقط رد میشی میری. چرا؟ چون انگار حوصله اون فضا رو نداری. حالا مثلا ممکنه مثلا ما بگیم اینجا فضای دلبازتریه و تو تعریف به همین بسنده کنیم، یا بیایم بگیم که نه، چرا دلبازه؟ چرا این فضایی که مثلا اگه از یه خونه من 120 متری دارم 15 مترش این شرایطو داره، آیا میتونم این 15 متر رو بست بدم به، یعنی قسمت بیشتری از فضای خونم رو به یه فضای دلباز و قابل سکونت تر تبدیل کنم؟ اینجا جاییه که معماری از نظر کاربردی شروع میشه، یعنی اینجا نقطه آغاز معماریه. پس این تو زیست ماه. یعنی ما چقدر این حرف جالبی بود. حالا ما توی رشته معماری دیگه حق نداریم بگیم اینجا دلباز اونجا دلگیره. تو کافه‌ای که رفتیم اون دوتا میز که معمولا زودتر از هم گرفته میشن، ما باید دلیلش رو بدونیم که چرا اون دوتا میز زودتر گرفته میشن، چرا اونجا دلبازتره. وقتی که میای وارد این بحثا میشی، خب دیگه حسیاتو باید بذاری کنار، با قوای عاقلت بری فاکتورها و پارامترهایی که باعث شده که اونجا حس بهتری بده رو یاد بگیری. بعد بیای مثلا توی طراحی کافی شاپ، مثلا به جای که 2 تا میزت این شرایط رو داشته باشه، بیای بگی آقا من تا اونجایی که میشه 90% میزام، اگه خیلی دیگه دستم باز باشه 100% فضامو به فضای تبدیل کنم که شرایط اون 2 تا میز رو داشته باشه. این دقیقاً میتونه بیاد بگه که خب تاثیر یک معمار یا یک ایده معمارانه بر فضای کسب و کار چطوری میتونه باشه، بر اخلاقیات خونه چجوری میتونه باشه. ما نمیدونیم هنوز. وای راست میگی. ببین حتی من داشتم دقت میکردم الان دیدم پوشش ما چقدر میتونه به معماری ما ارتباط داشته باشه. یعنی سبک و مثلا دقت کردم الان، مثلا اون طیف از دوستام که خونه های خیلی هنری طوری و یه ذره شلخته و با نور کم و فلان، تایپ لباساشون لباسای گره‌گشاد هنری و اینا، یهو مثلا وارد یه خونه میشه که خیلی همه چی مرتب و خالی و مینیماله، چقدر استایل یا تیپ و لباس اون آدم میخوره به فضا. انگار که حتی فضایی که درش زیست میکنیم تاثیر میذاره یا بالعکسشه، نمیدونم. یعنی احساس میکنم این رابطه 2 طرفه است.
پوشاک ما حتی همزمانه. این هارمونیه، فکر می‌کنم شاید هارمونی ذهنیه که در نهایت جفتش رو داره فکر کنم تامین می‌کنه. وینستون چرچیل راجع به فضای معماری و شهرسازی یه جمله میگه، خیلی جمله کاملیه. خب اگر اشتباه نکنم جمله از ایشونه، ولی خب از هر کی که هست خیلی جمله کمک کننده. میگه که ما شهرها رو میسازیم و شهرها ما رو. خب یعنی میخواد بگه این رابطه همزمان دو طرف است، یعنی با اون منطق 0 و 1 نیست که یا من یه چیزی رو میسازم یا باید اون منو بسازه. این نوع منطق ذهنی ما باعث میشه اینا رو نفهمیم که یه چیزی باید، یه گزاره‌ای باید درست باشه در مقابل یک گزاره غلط. نه، دو تا گزاره متضاد میتونن هم تناقض داشته باشن هم درست باشه. تو فضای معماری باید اینا رو بدونی. آره این چیزی که تو میگی تو لباسمون تاثیر داره. حالا تو لباس حالا میشه یه بگیم آقا تاثیر حالا خیلی مهمی نیست، ولی برای مثلا یه زوج جوون همین حال خوب اول صبح ممکنه خیلی مسائل بعدی روابطشون رو اصلا اثر مرکب داره دیگه. بعد ببین دقت کردی مثلا ببین تو الان چند تا مورد رو اومدیم یهو تو صحبتامون بهش رسیدیم. یکی پوشاک بود، یکی خواب بود، یکی روحیه کاری بود. اینا همش تاثیر داره دیگه. فکر کنم من چند سال پیش توی یک جایی به اسم اگه اشتباه نکنم دهکده خانه یا شهرک خانه تو فردیس همچین چیزیه. من چند سال پیش رفتم خونه یک دکتری به اسم دکتر ثریا که تازگی‌ها فهمیدم 6 ماه پیش به رحمت خدا رفته. این آدم یه خونه خیلی قدیمی و چیز داشت. علیرضا من وقتی رفتم تو خونه این، فکر کن این آدم از بعد انقلاب که خانومش و پسراش مهاجرت میکنن امریکا، این یک ریاستی هم فکر میکنم تو دانشگاه تهران داشته یا بخشی از یک جایی رو ریاست میکرده تو دانشگاه تهران. این آدم اصلا به اون خونه دست نزده بود، هیچی تغییر نکرده بود، حتی بوش فضاش اینا وقتی میرفتی یا احساس میکردی 3 دهه برگشتی گذشته. خب من یادم رفتم تو اتاق کار این آدم فقط مینوشت، یعنی سالها بودش که تو خونه بود و فقط مینوشت این دکتر. من اینجا رفتم تو اتاقش دیدم که یک اتاقیه که یک پنجره خیلی بزرگ داره که این محافظ پنجره مربع بزرگ، دو طرف این پنجره یه کمد کتابخونه است که کتاب‌هایی که مطالعه کرده همه دو طرفه و یک میزی که ارتفاعش پایینه و جلوی این میز اون طرف پنجره یه عالمه گلدونه، دفتر قلمش اینجا بود، چند تا کتابی هم که بعد مطالعه میکرد این رو بود و یک صندلی خیلی باز راحت. به دوستم گفتم من اگه اینجا باشم منم کتاب مینویسم. انقدر که این فضا جذابه. ببین انگار که یک فضای طراحی شده باشه 100% فقط واسه اینکه تو بشینی بنویسی و باغش و حیاتش هم روبروی اون پنجره بود. واقعا درسته، یعنی ارتباط معماری و حتی کاری که یعنی مسیری که تو میخوای بری هم انگار با هم ارتباط داره. آره دیگه، تو فضایی که حالت خوبه معمولاً میخوای وقت بگذرونی، بعدش هم نمیتونی بیکار باشی، احتمالاً باید اون قوای خالق تو بیاری. آره. و دوست دارم چون وقتی که کیفیت فضایی از یه حدی دیگه بیشتر میشه، مثلا تو خونه یا فضایی که در دسترس ماه، اینو دقت کن که ما دوست داریم به یه بهانه اونجا وقت بگذرونیم. خب مثلا تو اگه یه کافه خیلی باحالی میبینی توی نزدیکی محل زندگی یا کارت، 2-3 بار میری قهوه میخوری و فلان، بعدش هم میگی خب ما که خیلی بیکاریه مثلا من تنهایی بیام ولی دوست دارم بیام، احتمالاً دفعه بعد لپتاپتو میبری، احتمالاً اگه نویسنده میبری اونجا یادداشتی مینویسی. دوست داری به یه بهانه‌ای تو اون فضاه وقت بگذرونه که اون بهانه چیز بتالت نباشه. بعد میبینی که خب همین بهانه باعث میشه که تو رو چقدر از بتالت دور میکنه. آفرین. اصلا نکتهش اینه، باز دوباره بیایم به توسعه فردی برگردیم، چقدر این انگیزه در نهایت باعث میشه که از اون طرف تایم پرت تو کم بشه. راست میگی. من واقعا این کافه نزدیک خونمونه، من همیشه وقتی که احساس میکنم تو خونه روحیه کاری ندارم، میدونم که اونجا بهترین جا، فضای امن من واسه اینکه برم اونجا بشینم کارامو انجام بدم. راست چقدر درصدش این بوده که تو دوست داشتی تو اونجا وقت بگذرونی ولی دوست نداشتی که حالا
اصلا یه حالت آدم شرم درونی داره که خب حالا من هر روز میام اینجا این فضای قهوه میخورم و اینا، احتمالاً تو اینستاگرام اسکرول میکنم و بعد دوست نداری این اتفاق بیفته چون فضای الیتیه. بعد دوست داری که خب تو هم کیفیت فضایی رو که میگی کیفیت تایمی هم که من دارم اینجا میگذرونم باید در خور کیفیت این فضای باشه و خودت میای راست سازی میکنی با اون فضا. پس این که رفتار آدما توی فضاهای معماری مختلف خیلی فرق میکنه، یعنی احتمالاً من توی فضای معماری خیلی الیت‌تر، خیلی فرهیخته تر، منم آدم فرهیخته تری میشم. منم خیلی از اون ناملایمت‌های اخلاقی شاید اونجا بروز ندم، ولی یه جایی میبینم که جا باز آقا مثلا اینجا میشه، اون حس فضا هست دیگه. ولی علیرضا یه چیزی گفتی، حالا بذارید من به شما هم توضیح بدم. علیرضا همیشه من هر وقت میشینم باهاش حرف میزنم یه چیزی رو تو من روشن میکنه تو ذهنم و اینا که اصلا دو طرف هست. واقعا امیدوارم برای تو هم اینطوری باشه. ببین من واقعا بی‌اقرار میگم هر بار نشستم با تو حرف زدم یه چیزی رو برام روشن کردی. الان داشتم فکر میکردم که چرا من به خاطر اینکه حالا به ماهیت کارم بسته بوده اون اتاق و ورک اسپیس رو نشستم انقدر مرتب جوری چیدم که خودم دوست دارم بیشتر توش وقت بگذرونم. چرا نیومدم مثلا به آشپزخونه فکر کنم؟ چرا نیومدم به حال اونقدر فکر کنم؟ اینکه گفتی اون ویژگی که باعث میشه تو توی یک فضایی از خونه بیشتر بخوای وقت بگذرونی اگه بخوای بس بدی به بقیه جاهای خونه، به نظرم نکته خیلی عجیبیه. آره دیگه، ما هی داریم قلمرومون. ببین ما اون فضایی که تو درست کردی، ببین خونتونه، اون فضایی که تو درست کردی خودت، کاستوم برای خودت، من میتونم به این تعبیر بگم اونجا قلمرو روحته. خب یعنی اینجا رو برای خودت درست کردی، انگار این روحه که نمیدونیم چیه تعریفش، اونجا میتونه خلاق‌تر باشه، یعنی میتونه به اون صفاتی که لازمه داشته باشه که یکیش خلقه نزدیکتر باشه. خب این روح رو میخوای بستش بدی، خب پس باید فضات هم بست بدی. احتمالاً روح بزرگتر یه خونه ای داره که قلمروشه، یه کافه ای داره، احتمالاً تو دوستاش، ببین تو یه سری از دوستات قلمرو روحتن، یه سری از دوستات برای وقت گذرونی و خیلی رو زمینن. خب احتمالاً روح بزرگتر آدمای همونجور که فضاهای با کیفیت زیادی قلمروشن، آدمهای با کیفیت بیشتری هم تو قلمرو رفاقتش می‌بینی. این بسته اون نمود زمینیش، اون نمود مادیش، این بسته روحی به نظر میشه همه اون فضاهایی که تو داری برای خودت با کیفیت یا درست میکنی یا انتخاب. حالا ما میتونیم یه نقشه داشته باشیم از شهرمون که این نقشه برای روحمون باشه، یعنی بیایم هایلایت کنیم که آقا اینجا این مثلا ماژیک فسفوری که من اینجا کشیدم، اینجا قلمرو روح منه. چرا؟ چون اونجا یه کافه‌ای هست که خیلی دوست دارم، اینجا قلمرو روح منه که احتمالاً این کوچه مثلا خونه اون کسی که من عاشقشمه. یعنی میتونیم هایلایت کنیم ببین کجاهای شهر مال ماه. این هم لازم نیست تو به سند از المان‌های شهری گفتی و از روح بزرگ. میخواستم بگم در راستای همین ارتباط بین معماری توسعه فردی، یکی از چیزهایی که باعث میشه اتفاقا روح تو بزرگ بشه، جهان بینید این لنزه خیلی شفافتر ببینه، واضح‌تر ببینه، با دیتیل بیشتر ببینه، فکر میکنم یکی از آیتمای مهم سفره. خب و ما چرا سفر میکنیم؟ ما میخوایم بریم تو معماری‌های دیگه، درسته؟ آره خیلی جالب نیست؟ مثلا من یادم نمیره مثلا تو سفری که به روسیه داشتم تو سن پترزبورگ هیچ چیزی به اندازه معماری منو متعجب نکرده بود. اون کلیساهای خیلی بزرگ و عجیب غریب که من میگم امکان نداره دیگه آدمو وقت بذارن همچین چیزایی بسازن. دقت کردی از نظر مالکیت همون لحظه به این فکر نمی‌کنی که اینجا مال تو نیست؟ یه جوری انگار اون فضا مال توئه. حالا سندش به نام هر کی میخواد باشه، تو داری از اون فضای لذت میبری و اینو درک میکنی که خب من الان این سفر رو کردم، بعد میفهمی که این وسعته انگار یه وسعت ذاتیه در روح که ما فقط داریم کشفش میکنیم. ما میفهمیم که اینجا هم و خیلی هم هوایی نیست، آسمونی نیست، رو زمین داره اتفاق میفته. میری هر جایی که میرسی، هر جایی که میبینی حالت خوبه، احساس میکنی فضا مال توی دیگه، داری استفاده میکنی. یه موزه‌ای بود ارمیتاژ توی سن پترزبورگ، ببین این جلوش یک ستون فوق‌العاده بزرگی بود به سمت بالا و بالاش اگه اشتباه نکنم یه فرشته‌ای بود، یک چیزی بود، یک فرشته‌ای بودش که دوتا بال خیلی بزرگ داشت. باورت میشه من این بیشتر از موزه به اون بزرگی داشت توجه منو جلب می‌کرد.
من عاشق مجسمه‌ام، هر کی بزرگتر بهتر. و من اینجوری بود و همش به خودم گفتم کاش یک درون داشتم میتونستم موقع برم بالا دور این پرواز کنم ببینم اینو. اینقدر یادم هر ساختمونی که میرفتم اونجا بازدید میرفتم پشت مجسمه ها، چون بعضی از ساختموناش اینجوری بودش که میتونست. الان اگه به من بگن یک بار دیگه اگه دوست داری بری سن پترزبورگ برای چی دوست داری بری، میگم قطعاً واسه اینکه برام اون معماری رو متوجه بشم. یه چیز دیگه که خیلی برام جالب بود این بودش که توی شهرها وقتی که داشتن ساختمون سازی میکردن، یک ساختمون نیمه کاری اینطوری نبودش که طبقاتش پیدا باشه، جلوش یک کاوری پلاستیک دقیقاً با همون چیزی که قرار بود ساخته بشه میساختن. و باورت میشه من تا چند روز چون دقت نکرده بودم نمیفهمیدم که ساختمون مقابل در حال ساخت و سازه. فکر میکردم یک ساختمونه، اینقدر اون گرافیک اون پلاستیکه، اون چیزی که چاپ شده نمیدونم پارچه بود پلاستیک بود یا چی، اینقدر خوب بود. یعنی میخوام بگم خودشون هم انگار که این فضا خیلی براشون مهم بوده. ببین همیشه وقتی در واقع جامعه‌ای میخواد خودش رو توسعه بده، میخواد تمدن سازی بکنه، شما نموده اینو تو معماریش میبینی. من نمیدونم که چرا ما فراموش میکنیم. مثلا شما نمیتونی بری بگی آقا من یه جامعه پیشرفته رو سفر کردم دیدم، یا از معماریشون چیزی نگی تو تعریفات. مثلا طرف رفته سنگاپور، میخواد بیاد از یعنی در واقع توشه‌ای که برای تو آورده از سفر میخواد تعریف کنه که آقا اینا چه جور آدمایین. در واقع اون صورت اصلی، اون جبهه بصری که اول داره توصیف میکنه شهرشونه، ساختموناشونه. پس اینا چیزای مهمی هن. در واقع اگر ایده تمدن سازی داره یه جامعه و ایده گسترش داره، گسترش یعنی در واقع بسط اندیشه داره، احتمالاً باید ما نسخه‌ای نداریم که غیر از این. مثلا ما اگه تاریخ خودمون رو بخوایم مثلا اون نقاط اوجش رو مثال بزنیم، معماریاشو باید نگاه کنیم. مثلا ما میگیم اصفهان زمان شاه عباس صفوی، ولی الان احساس می‌کنم هویت رو نداریم اون شکلی. نه ببین هویتمند بودنه مثلا ساختمونای مثلا طرح رومی ما که الان نمیتونه مثلا به این دوره از اونجوری ربط داشته باشه. درسته؟ نه دیگه، چون بگم این هویت معماری انگار الان تو ما آخه هویت خیلی بحث خیلی پیچیده‌ایه که مثلا توی مباحث نظریه معماری، ببخشید، تو مباحث نظریه معماری خیلی از معمارای بزرگ، اونایی که نظریه پردازای بزرگ بودن، اصلا بحث کردن که هویت لازمه یا نیست. ببین مثلا تو معماری مدرن یکی از بحث‌های اصلی و چالش برانگیز اینه که آقا اصلا معماری هویت میخواد یا نه، هویت رو دقیق کنیم یا نه، که در واقع یک انتخابه. من خودم چون اندیشم و نوع فکر کردنم خیلی پست مدرنه، اعتقاد دارم که آره اگر باشه بهتره، ولی اون کسی هم که میگه نه دلایل منطقی خودشو داره، ولی خیلی نمیشه، خیلی بحث طولانی میشه. اما اتفاقی که افتاده اینه که غربیا اومدن معماری عصر دوره کلاسیک و دوره باستانی خودشونو توی عصر مدرن در قالب اندیشه‌ای به نام نئوکلاسیسیسم اومدن سبکاشونو بازخوانی کردن. یعنی در واقع فرم‌های گذشته‌شون رو آوردن جوری معاصر سازی کردن که پاسخ مسئله فضای امروز رو بده. ما خب اونا هم معماری‌های خیلی در واقع شکوهمندی داشتن، یعنی معماریشون در دوره باستانشون و عصر کلاسیکشون خیلی به یه تکاملی رسیده بود، دقیقاً همون کاری که ما کرده بودیم. منتها ما معمارامون نیومدن در واقع این معاصر سازی، این مثلا ما ریوایوال کردن، بازیابی کردن رو نسبت به سبک‌های خودمون مثل سبک اصفهان انجام بدن. خب این شاید مثلا در سالهای آینده اتفاق بیفته. حالا من خیلی میخوام نگاه منتقدانه‌ای داشته باشم، ولی نه، اون معماری هویتمند هم یه سری معمار بودن توی مثلا غرب، مثلا اومدن مثلا معماری باستانی یونانی رو به عنوان سبکی توی اندیشه نئوکلاسیسیسم اومدن به نام گریک ریوایوال، یعنی یونانی بازخوانی شده، اومدن این سبک کردن که الان دارن استفاده میکنن. شما نمونهش کاخ سفید رو میبینی و خیلی از بناهای دیگه که دقیقاً همون توی سبکیه که تبیین شده، معماراش کار کردن، کتاباش هست، میتونه مثلا دانشجوهاشون برن بخونن یاد بگیرن و اون کارا رو بکنن. ما نکردیم، ان شاءالله که بکنیم. اینا دیگه حالا باید واقعا آدم بررسی بکنه و تلاش بکنه. ولی هویتمند بودنه که داری میگی،
میتونم بهت بگم که من خودم طرفدارشم، ولی اینکه حالا اونی که طرفدارش کاملا نیستم میدونم. در حقیقت تو بارها با هم صحبت کردیم راجع به این قضیه. پس برگردیم به موضوع خودمون. تا الان دیدیم که خیلی ارتباطات داره به توسعه فردی معماری، از سفر، از بیدار شدن از خواب، از روحیه کاری داشتن. تقریبا میتونیم بگیم از اینکه تو برای چه رویا و هدفی داری تلاش میکنی، تهش خودتو داری کجا میبینی، باز ارتباط داشت به معماری. بعد یه چیزی بهت بگم، یه بار یادت بحث میکردیم راجع به این که حالا اون موقع بیشتر بحث سازه ها رو میکردیم، راجع به این که آدما سازه هایی که میسازن تو اون بحث های دینامیکی و تو بحث سیگنال های ورودی به اسکلت یه ساختمون و پاسخ این مثل باد و زلزله و اینا، یادت بحث کردیم آخرش به این نتیجه رسیدیم به صورت خیلی ریاضی و منطقی به این نتیجه رسیدیم که ساختمون ها شبیه آدمایی هستن که اینا رو طراحی میکنن. بعد این هی بحث دادیم بحثمون رو رسیدیم به این که حالا باید یه جایی صحبت کنیم، خیلی مطلب باحالی. من بعدش هم رفتم خوندم انقدر این فضاها از هم جداه، یعنی بحث علوم انسانی و مثلا سازه، حالا معماری یه ذره دخیل هست ولی سازه و اینا، ما نمیفهمیم که ساختمونمون چقدر شبیه ماه. بعد نمیفهمیم که ما هر چیزی که میسازیم شبیه ماه. پس اگه تو اتاقتو درست کردی خب شبیه خودته، اون تویی. یعنی این وحدت رو اگر حس کنی، گفتم که آدمای هنری، خونه های فضاهای هنری و اینا دقیقاً همین. بعد تو اگه بخوای آدم خوشگل‌تر باشی احتمالاً باید اتاقت هم خوشگل‌تر از این چیزی که الان هست باشه. درسته؟ آره من علیرضا خیلی آدم با سلیقه‌ایه، من همیشه خیلی ازش یاد کوکب خانم افتادم. خیلی آدم با سلیقه‌ایه. یادم علیرضا یه خونه‌ای رو ساخته تو مرشد، من یادم اومدم سر زدم همینو بهت گفتم چقدر شبیه ایده و فکرای خودت ساختیش، از اینکه مثلا 2 طبقه شده، از اینکه یک تو طبقه چندم یه دونه فضای باز بعد در اختیار تمام ساکنین طبقه بالا هست که آدم فکر میکنه فقط من اولین بار بود اینو میدیدم، جای دیگه ای ندیده بودم و خیلی برام الهام بخش بود. خب تو معماری بدبختی هم که ما داریم اینه که خب هی تو داری مثلا همه آدما دارن توی مسیری خودشون رو توسعه میدن، یعنی جون مازنگار داریم بست پیدا میکنیم به این ور. توی رشته معماری شما داری ایده‌هات رو توسعه میدی، بعد همیشه هم از زمانی که یه چیزو طراحی بکنی تا زمانی که واقعا ببینیش 2-3 سال میگذره و وقتی توی این 2-3 سال شما داری رو خودت توی زمین معماری کار میکنی، ایده های 3 سال پیش تو خیلی دوست نداری. و اگر مثلا میدونی یه ذره خیلی باعث میشه با اون فرزندی که به دنیا اومده، یعنی مثلا به صورت ناتن، چون اونی که الان هست تو بیشتر دوست داری، اونو بیشتر لوس میکنی. بعد اینا هست، یعنی تو خیلی خودت به عنوان یک سازنده، به عنوان یک خالق اثر خیلی لذت نمیبری. مثلا نقاشا اینطور نیستن. مثلا من یه ذره همش دارم با آثار شغل میکنم، ولی نه ممکنه اونام اینجوری نباشه. نمیدونم بعد یه بار صحبت کنیم. ولی خب آخه من هر وقت رفتم گالری و اینا، خیلی مثلا 15 سال پیش اثری که از نظر من خیلی قشنگ بود، در همین حد که قشنگ بود. اصلا نفسی میکرده. نه خودش میگفت که چیزه، آره مثلا خودش هم داشت خیلی، نه اینکه حالا بخواد اغراق کنه، خودش هم داشت با آب و تاب با اون با ذوق تعریف میکرد، ولی من اصلا نمیتونم این کارو بکنم. مثلا که آقا این ساختمون 5 سال پیش ساخته، من همش دارم ایراد میبینم. اینجاشو کاش این کار نمیگه، این چی بود، من اینجا چرا این کار امیرعلی. ما یه نیم ساعتی صحبت کردیم، خیلی صحبت باحالی شد از نظر من. میخوام ببینم که حالا با این حرفایی که زدیم اگه بخوایم به جمع‌بندی برسیم در رابطه با معماری و توسعه فردی، چطوری میتونیم اینو جمع‌بندی کنیم؟ نتیجه بحثمون رو بخوایم مثلا توی 2 دقیقه بگیم چه شکلی میشه از نظر تو؟ به نظر من که خب البته از قبل با تو و حرفات و شخصیتت آشنا بودم، میخوام بگم که این فضا کاملا به هم مرتبطه. یعنی معماری با آرزوهای ما، با سبک زندگی ما. ببین شاید مثلا من قبل از اینکه دفتر بگیرم، دفتر خودم رو، هیچ وقت به گلوگیاه علاقه نداشتم. من بعد از اون رفتم فهمیدم من حتی چه گلوگیاهایی دوست دارم. بعد اصلا شدم یه آدمی که میدونه نسبت به کدوم گلوگیاه چجوری آب بده، باشون چجوری رفتار بکنه، گلی که داره خشک میشه چجوری باید برگردونه. میدونیم میخوام بگم چقدر تو شخصیت من تاثیر داشت این که من میخواستم دفتر خودم رو با گل و گلدون و اینا پر بکنم. به نظر من این که اولش فهمیدیم اولا این 2 تا فضا کاملا یکی هم، یعنی توسعه فردی ما و حتی معماری با هم دیگه.
و بعد اینکه ما حالا بعد از اینکه فهمیدیم اینها چقدر به هم مرتبط هستن چقدر براش تلاش بکنیم. من فکر میکنم مثل خیلی از چیزهای دیگه تو زندگیمون، مثل موسیقی که وظیفه ما بریم بشناسیمش، ببینیم مثلا موسیقی خوب چیه، فقط ضربه قرار اعصاب ما رو خورد کنه یا نه قرار باعث بشه ما بهتر فکر کنیم. موسیقی خوب یعنی که مثلا ببینیم اصلا چیزای دیگه، مثلا کتاب خوب چیه، میدونی خب خیلی کتابا هستن، توصیه‌های خوب رو از چه آدم‌هایی باید بشنویم، نمیدونم تو فضای توسعه فردی اینطوریه دیگه، ما خیلی بی‌نهایت کتاب داریم ولی کتابای خوب خیلی کم داریم، کتابایی که واقعاً بخوان بهمون کمک کنن، کمک واقعی. فکر می‌کنم معماری هم چیزیه که ما باید در موردش خیلی بدونیم. یعنی اگه من بخوام این جنبندی رو داشته باشم، مثلا دوست دارم جنبندی خودت رو هم بدونم، به عنوان کسی که سال‌هاست دغدغه‌منده تو این حوزه، فکر می‌کنم ما باید معماری خوب رو هم بفهمیم. یکی اینکه سفر خیلی به ما کمک می‌کنه. سفر حالا نه الزاما سفر خارجی ها، اصلا ما بریم اصفهان یک بار ما معماری اون دوران رو درست ببینیم، تبریز بریم، جنوب بریم، میدونی مثلا من تو جزیره هرمز معماری مختص به خودش رو دیدم، تو یزد به خاطر اون آب و هوا همینطور. ما اصلا بدونیم اولا با معماری خودمون آشنا بشیم. من باورت نمیشه توی این اتوبان نیایش که میام، این مجتمع نیایش رو که میبینم اصلا یه حال دیگه‌ای به ویو این چیز دارم. خب به نظر من این که ما معماری رو بهتر بفهمیم، بیشتر بفهمیمش، به نظرم در ادامه میتونه برای ما رؤیاهای با کیفیت تری هم بسازه. اینکه من ندونم مثلا در آینده میخوام تو چه خونه‌ای بشینم کار بکنم، تو چه خونه‌ای میخوام بخوابم. من خیلی این صفحات رو دنبال میکنم، هم تو اینستاگرام، هم تو پینترست، هم تو یوتیوب این چیزا دریمی هاوس ها نگاه میکنی، میبینی که خیلی جذابن. آره یاد بگیرم بدونم، بعد اونقدر هم برای خودم فضای عجیبی رو در نظر نگیرم که نتونم بهش برسم. که من اینجا همیشه از این توصیه تو خیلی استفاده میکنم که این فضامو یک جوری بسازم یا درستش بکنم که درش حالم خوب باشه، حتی با همین امکانات ساده‌ای که داریم و اینها. که یکی از به نظر من یکی از چیزهایی که خیلی کمک میکنه فضایی که داریم رو ازش به بهترین شکل استفاده بکنیم، دور ریختن وسایل اضافی، اون آبجکت‌های بیخودیه که حواسمون رو خیلی پرت میکنه، رنگای خیلی زیاده در هم بر هم و اینها. معماری چیزی که اگه بخوام حرف آخرمو بگم، معماری چیزی که ما هم مثل خیلی از چیزهای دیگه در زندگیمون باید هم بهش توجهمون رو بیشتر بکنیم، هم باید نگاهمون رو درش به نظر من توسعه بدیم، که در نهایت چون این مرتبط هست با فضای زندگی ما و نوع رفتار ما و حال ما و روان ما، اونها هم به تبع در کنار این خیلی بهتر بشن. بسیار عالی، چقدر درست. با توجه به اینکه من تو رو میشناسم و شناخت رفاقت دارم باهات و میدونم که چقدر آدم تاثیرگذاری توی حداقل یک یا دو نسل میتونم بگم که آدم تاثیرگذاری هستی روی اونا در زمینه توسعه فردی. حالا دارم ازت تعریف میکنم ولی چرا هیچ وقت راجع به معماری تو راجع به زمان صحبت کردی، راجع به توی جافکری تقریبا خیلی بازه وسیعی از مطالب و در واقع وادی‌های مختلف توسعه فردی رو رفتی، چرا معماری رو اصلا بیخیال شدی؟ من از شما مخاطبین عزیز خواهش میکنم گول صحبت‌های علیرضا رو نخورید و حتما زیر این ویدیو برای خودش کامنت بذارید که چرا پیگیری نکردید، چرا اون اپیزودایی که مشخص کردیم با هم صحبت کنیم و یه روزی نرفتیم با هم صحبت کنیم. اتفاقا من حتما تو برنامه میذارم، تو اولویت میذارم، حتما یک موقع بشینیم در مورد معماری، چون کانسپتاشو که ما همه رو میدونیم، اون اپیزوداش هم چیدیم، موضوعاتش هم چیدیم، هنوزم توی کانورسیشن هم با تو دارم، موضوعاتشو یادمه. بشینیم موقع واقعا مفصل راجع بهش صحبت بکنیم که نه فقط ما، که همه بدونن واقعا چقدر این محیط این اهمیت داره. حتی تو انتخاب خونه‌ای که بعدها شالریزی پولدارتر شدن خواستن خونه بخرن، حتی تو انتخابش، که من فکر می‌کنم استقبال از خونه‌هایی که معماری‌های خوب دارن بر اثر شناخت آدم‌ها احتمالاً این تاثیر میذاره رو معمارهای جامعه حتی. یعنی مردم هم انگار دارن به همونطور که به هنرمندای یک جامعه، معماران هم هنرمندان هستن واقعا، ولی من یه وقتایی با خودم حس میکنم خیلی وقتا مردم خط میدن به خواننده ها که شما چی بخونید برامون. چرا؟ چون توسعه پیدا نکردن، خیلی وقتا موسیقی خوب نمیدونن،
یک بازاری رو طرح میکنن که در نهایت اون خواننده برای زیست خودش و برای امرار معاش خودش مجبور میشه آخر سر تن بده به بازی مردم. خب درست. و اگر که مردم معماری خوب بفهمن احتمالاً خونه‌هایی رو انتخاب میکنن که معماری‌های بهتر داره و اون خونه‌ها درونش هم قشنگتر چیده میشه، پس احتمالاً معمارها هم یاد میگیرن که اصلا یکی از رسالت معماری اینه که ببین شما میتونی فضای خونت رو با کیفیت خودت درست کنی. رسالت معمار اینه که بره تحصیلات کنه، تجربه زیستی اینو پیدا بکنه که بیاد از استاندارد شما بالاتر برای شما تصمیم بگیره. بخاطر همین بهش قرار پول بدی. یعنی این اصلا کار معماریه. ولی متاسفانه یه وقتایی درگیر بازار میشیم و میخوایم اونطوری که هست تو همین، یعنی خیلی محافظه کارانه طراحی بکنیم. ولی نه، چقدر درست. ممنونم که اومدی. من جنبندی نمی کنم چون که میخوام آخرش باز باشه که این بحث رو باهات ادامه بدم. حالا سری جنبندی کردی داری میری. ایشالله حتما دوباره بیشتر. مرسی که اومدی. قربونت برم، خوشحال شدم. کیف کردم از صحبت با تو. خداحافظ.